با نام خدای یکتا سلام. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه با کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. عزیزان برویم با هم قسمت دومی برنامه شهر البی را ببینیم. دوستان ما این رسیدیم با گفتی که خب پارکی شهر البی، پارک مرکزی و نصیب باشه میریم داخلش ببینیم چه چیزا داره داخلش. اصلا ما اینجا به خاطر پیکنیک آمدیم، به خاطر یگان چیز خوردن همراه کودکا یک نوار بگیریم و شما رو آشنا بسازیم با پارک شهر البی. دیگه اینه همون پارک هم، این هم کوچه هایی که به شهر پیوست میشه، شهر با پارک. این طرف شم و این طرف شم برادرها همون سینمای گفتم، کوچه سینما هست. من اونجا سینما هست که با مرکزی شهرم به این کوچه میشه رفت و این هم نصیب باشه میریم داخل ببینیم که داخل چی چیزا داره. این پارک باغ بوتانیکی شهر البی خیلی سرسبز زیبا و خوشروی هم است. این پارک خیلی سرسبز و خیلی درخت های کلانی سرسبز دارد. هم ببینید در درونش چی هست. با ما باشه دوستان، برنامه ما جریان دارد. دوستان عزیز این هم داخل پارک است. میریم طرف دیگه سمتش، طرف شهر ببینیم چی چیزا ما را انتظار است. خیلی پارکی یا باغی سرسبز است، به نهایت هوای تازه داره، خیلی خاطرمان و جالب و دیدنی باغ است. تمام درختان اینجا از تمام دنیا جمع آوری شدن. اینجا هم خیلی گردشگر توریست داشته است. در داخل اینجا مجسمه زن و مرد است. دیگه اینجا چنانچه گفتیم اینجا ماهی داره و مرغابی و دیگر چیزا. این هم جای گردشگران و سیاحان. دوستان این طرف دیسک پلاشاتکا بوده برای کودکا بازی کردن. باید کودکا را بیارم اینجا. ببینید باغ چقدر زیبا و سرسبز و تمیز است. این هم جای بازی کودکا. ما هم کودکا را منتظریم که بیاین اینجا بازی کنیم. دوستان چنان که چی گفتیم باغ بوتانیکی است. تمام درخت های همیشه سبز در اینجا جمع آوری شدن. ببینید درخت گل کرده است. دیگه چندان چیز خاصی نداشته است. و اینجا درخت بامبوک، اینجا یک دریاچه هست، داخلش ماهی دارن اما دریاچه تازه نیست، در نهایت غرض است. اینجا هم شش دارن بسیار پاکی، تازه نیست آبش.
و چند بخش ها دارن. مثلا میتونی از این طرف بری، میتونی از اون طرف بری. خلاص گپ که به حسابی باد هوای تازه و مثلا دم گرفتن و استراحت کردن در این باغ خیلی جای خوب است. جای مثلا بد نیست برای تفریح و استراحت کردن و دیگر. دوستان دیگه باز ما میریم طرف شهر. باران هم شروع کرد انشالله در اینجا. ببینیم که در مرکز شهر رو در دیگه اطراف شهر چی گپا میگذره. بعد بچه ها رو بگیریم که باران سخت گرفت. با ما باشید دوستان، برنامه ما ادامه داره. دوستان دیگه ما هم ای پارک میبرویم، میریم طرفی با دیگه کوچه های شهر ببینیم که چی چیزی جالب یافتن بتونیم به هر شما این بار بگیریم. این هم یکی از کوچه هایی که چرا با هم میپیوندن. شهر مرکز شهر با باغ بوتانیکی پیوست میگن. برادر رو بینه چقدر درخت ها گل کنن، چقدر این طرف شروع شده. این طرفی بیرونی باغی بوتانیکی شهری علوی. دیگه ما میده میریم طرفی دیگه کوچه های زیبا و دیدنی علوی شهر. با ما باشه دوستان، زود برمیگردیم. برادرها و خواهرای عزیز و دوستان گرامی، درخت بینه چقدر گلی خوش رو کرده، سرسبزی را بینه چقدر جای زیبا و دیدنی. این هم ای طرفی بیرون طرفی باغ و نوار کشیدیم. این طرف هم جای دویش، جای پریش و نقطی گفو، جای همه چیز در این باغ ساخته شده است. کسی نمیتونن در این باغ چی بگیرن، اگان چی میگن محفل بگیرن، اگان کس میتونه در ایدرون اگان چهاره بینه های ورزشی دایر بگردونه. مخصوص به خاطری همه چیز هست. این باغ خیلی باغ کلان هم است و زیبا و دیدنی. بینه دوستان خیلی کلان است. ما هم در کوچه های شهر علوی قرار داریم. این هم یکی از کوچه های دیگرش. کسانی که علوی آمده باشن حتما اینجا رو میشناسن و میرین دیگه طرف. ببینید خیلی باغ شروع. هنوزم ما نزدیک باغ دور نشدیم. هر جایی که بریم این باغ هست. چرا؟ چون کلان است. خب با ما باشید دوستان، زود برمیگردیم. دوستان یک چیز دیگه را بگم، در فرانسه به حساب ترانسپورت و یک موضوع خاص خود داره. به خاطر در هر جا که میره مثلا تمام مشروط ها و اتوبوس ها فعالیت دارن منظم. اگر در تمام شهر علوی بگردی، هر یک مثلا یک طرف به حساب چیت تیکت 1 یورو و 20 سنت، 1 یورو 10 سنت بوده است. با خاطر ترانسپورت های شهری در همه جای فرانسه در سطح عالی می باشند. چقدر گلای خوشروانی رو ببین، آسان کردگیان. این هم دفتر مرکزی باغ است که مثلا هر چی کاری چی دایر میگرده در همینجا صورت میگیره، چون دفترش است یا آفیس ما حساب. دوستان عزیز، هم یک چهارراه دیگه شهر علوی. اما نصیب باشه میریم دیگه سمتو دیگه کوچه های شهر.
دوستان یک چیزی خاطر رسان کنم، شهر البی سومین شهری است در رژیون اکسیتانی بعد از شهر تولوز و شهر موتوبان. اما تقریبا 74 تا 76 هزار اهالی داره داخل شهر و با اطرافش قریب 400 تا 700 هزار آدم داره با اطراف شهر البی. این هم ساختمان ها و ارکیتکتور شهر البی خیلی خوب ساخته شده است، خوب جای بجا کرده شده است. پلان شهر یا چی میگیم، به خاطر همه چیز روبرا هست، همه چیز جا بجا هست. و اینم به حساب گاهی اتوبوس های شهر البی هم پارکینگ است هم گاگ است. اینجا اون دیدی اتوبوس ها اونجا پارکینگ میکنن، اینجا بعد دیگه سمت های شهر های مثلا تولوز، موتوبان، آش همینجا از اینجا سفر بر کرده میشه. این هم گاگ این اتوبوس های شهر البی. ما هنوز هم در شهر البی قرار داریم دوستان عزیز و اینم یکی از خیابان ها و کوچه های شهر البی. چنانچه گفتم ارکیتکتور و خانه سازی، ساختمان سازی شهر خیلی خوب براه مانده شده در اینجا. چنانچه گفتم شهر البی سومین شهر از رژیون اکسیتانی و دپارتمنت اکسیتانی. اینم یکی از کوچه های دیگرش. دوستان هنوز ما در شهر البی قرار داریم و میریم دیگه طرف و دیگه سمت های شهر. اینم به حسابی بالای ماست آمده. این هم دیگه طرف شهر. خیلی شهری زیبا و دیدنی است شهر البی. نگاه میریم که ببینیم اون طرف ها چی داره. با ما باشه دوستان. آمدیم به یکی از جاهای دیگری شهر البی. این هم کدام پارکی است نمیفهمم چون لوحه‌اش نیست. بالا خیلی نفرها هم گفتی که سیاحان و توریست ها در اینجا زیاد دیده می شود. چقدر سرسبز، چقدر سایه است. خیلی خوب و دیدنی. این هم خیابانی مرکزی شهر البی. اینجا فواره هم هست، فانتن هم هست. با حساب خیلی جای زیبا و دیدنی هم هست. یه هم زکوسش یا چی میگین؟ بار هست. هرچه که دلت بخواه هست. خب اینه برادرها. یه هم صحنی همین میدان مرکزی شهر البی. دیگه بریم دیگه طرف. دوستان فواره با حساب خیلی
بچه ها بازی دارن در درون فواره. بچه خطر نکنین. اینه چی زمان کودکی و زمانی طفلیتی درگاه سنتر با چی؟ بخاره خیالم بخارا نمیشه که. خب دوستان عزیز این هم دیگه کوچه هایی که قدیمه شهر البی و میریم دیگه طرف همون هر کدی هم متن هر کدی بدفتیز ماشاءالله. واقعا هم دوره طفلیتی و دوره کودکی چی یک دوره است. نه پروای لباس داری، نه پروای کفش داری، نه پروای گفتی گپا دیگه اینه بین. ماشاءالله بدوی. دوستان ما هنوزم در شهر البی قرار داریم. این یکی از کوچه های دیگری شهر البی. میگن نصیب باشم بریم طرفی یک ماست یا پول است در البی به نهایت قدیمه است و خیلی هم کلان و تاریخی. چون ما در جای خوانده بودم و سال قبلی هم گفتم ما آمده بودم اما وقت کم داشتیم. امروز هم میخوام برم بالای هم ماست بالای ماست هم بالای همون پول هم یک نوار داشته باشیم تا که شما ببینید که از زمانهای قدیم چندین بار آبخیزی شد در البی. تمام ماست ها و پول ها رو از بین برده است. فقط همین ماست همین پل ماندگیه که ما حالا فعلا میرم طرفی همون ماست همون پل. با ما باشه دوستان. برنامه های ما هنوزم جریان دارد و ببینیم که باز چی چیزا ما آماده کرده و یافته به شما پیشکش کرده میتونیم. خیلی شهرکی سرسبز، تازه، تمیز، زیبا و دیدنی شهری البی. ما هنوزم در کوچه ها گشته شدیم و بریم ببینیم باید دیگه طرف های شهر. این هم پرفکتورای همین شهر البی. چه خبر برادرها پرفکتورا جایی را میگن که تمامی حجت گذاری و تمامی ویزا و روادید و هر چیزی که مثلا مربوط به دولت فرانسه میشه همش در پرفکتورای همون شهر یا همون ناحیه دیده میشه و چی است کاروبار دیده میشه. با خود اینجا پرفکتورا میگن. این پرفکتورا تمام مثلا میتونی از اینجا چی میگن کارت سجوق بگیری، میتونن پاسپورت بگیری، کارت هویت و حساب ما و شما پاسپورت از این پرفکتورا گرفته میشه. با اون خاطر خیلی دیدید در نوارهای گذشته پرفکتور یعنی چی معنا. دیگه این طرف هم مغازه ها هستن، این طرف هم دیگه دفترها، آفیس های کاری و اینجا چیزایی هست که به خاطر نفرانی که در یوتیوب سر و کار دارن نکو خیلی بچه جان. دیگه امروی کودکایم ببینیم باز چی میشه. دوستان چنانچه گفتیم ما میریم بالای پل یا بالای همون ماست. این همون ماست یا همون پل اینمی است. شما تصویرش رو در نوارهای خود میبینید. یا هم یک کوچه دیگه ای طرف
خب ما میریم طرفی بالای ماست. اینش ما از این طرف ببینینش. ما هنوز در بالای ماست نیستیم، ما هنوز دورتر از ماستیم یا پل. اینا ببینید برادرها، خیلی دریا هم کلان هم است. این همین پل، همون پلی که در بارش گپ زدیم و گفته گذاشتیم. خب بدو تیز بچه جان که چی هایی؟ سبز هایی؟ چراغ سبز است؟ سرخ شد اینه؟ خب دوستان این همین ماست یا همون پل گفتیم در بارش. اینه بینه چقدر پل کلان است. کلان از خشت است، از خشت سرخ. و در اون طرف هم چندین پل های دیگر هم هست که و زمانوی هستند و حساب بعد از این ساخته شدن. این قدیمه است. این دریای گغان شهر رو دو تقسیم میکنند. در دو دریای گغان است. نبینید آواز با بالای ماست میریم. دوستان یک دفعه شما دریا را بینید. در وقتش در بالای ماست، در بالای پل آسیاب های همین شهر کار میکنن. هستن اینجا آسیاب های قدیمه اما بستند. این همو کاتدرالی و همون چیه که تماشا کرده بیم در نوار گذشته یا در برنامه گذشته. این هم همون ماسته که در باراش قصه کرده. این طرف هم دریاست. چقدر گفتیم این پل، این ماست شهر رو تقسیم میکنه. شهر قدیمه و شهری مازیره رو. هر جا که رفتیم در شهر علبی همراه ما توریست ها یا که گردشگران یا سیاح ها بودند. خیلی شهر قدیمه دیدنی است و خاطر بسیار سیاح دارد.